سلام بچه‌ها، من سنم همینجور که داره میره بالاتر هر روز متوجه میشم که اهمیت پول تو زندگی خیلی مهمه. فقط دوست دارم اون معلم ابتدایی رو پیدا کنم که بهم میگفت مجبور میکرد میگفت که علم بهتر است یا ثروت. باهات میگفتیم علم، پیداش کنم با یه چوبی بیفتم به جونشا. ده بزن که کی بزن. کاش به جای بچگیامون بهمون یاد میدادن چطور پول درست کنیم، چطور مثلا سیو کنیم پول، نه که بیان چیز چرت و پرت بهمون یاد بدن آخرش هم تو زندگیمون اصلا استفاده نکردیم. آیندمون رو گاییدین معلم ها. به خدا کاش از همون بچگی ها بهمون یاد داده بودن پول خیلی مهمه. وقتی حتی بزرگتر هم میشی، اگر هر چیزی هم داشته باشی ولی پول نداشته باشی، کسی اصلا توف کف دستت هم نمیندازه. پول همه چیزه.